سنگسار. زنی به پیشگاه خلیفه اسلام حضرت عمر فاروق می آید و در حضور جمع یاران و اصحاب که در مسجد جمع بودند اظهار می دارد و اعتراف می کند که زنا کرده است. اون حضرت اصلاً توجهی به زن نمی کند. زن بار دوم حرف خود را تکرار کرده و طلب مجازات برای خودش می کند. دوباره اون حضرت توجهی نمی کند. بار سوم باز زن حرف خود را تکرار می کند و می گوید مجازات این جهان مرا از این گناه پاک خواهد کرد، لطفاً مجازات کنید. حضرت عمر با مکسی طولانی به او می گوید برو خانه‌ات و فردا بیا. زن می رود و فردایش دوباره همون سخنان را می گوید. حضرت عمر دوباره او را حواله به فردا می دهد تا بلکه از این اعتراف منصرف شده و نیاید. زن برای روز سوم باز همین سخنان را در حضور همه اعتراف می کند. اصحاب متعجب و منتظر حکم حضرت عمر هستند. جناب حضرت از زن می پرسد آیا بار داری؟ زن جواب می دهد بله. حضرت عمر به ایشان می فرمایند برو و کودکت را به دنیا بیاور. زن می رود و بعد از ماه‌ها دوباره برمی گردد و همون سخنان را عرض می کند که مرا از گناهم پاک گردان. حضرت عمر می فرماید برو و 2 سال به کودکت شیر بده. زن می رود و بعد از 2 سال دوباره برمی گردد و مصر به اجرای حکم است. اعتراض مردم حاضر که خواهان اجرای حکم سنگسار بودند حضرت عمر را بر آن داشت تا حکم را اجرا کند. حضرت عمر فاروق حسن حسین را با خود میبرد. سپس حضرت عمر فاروق رو به جمعیت کرده و میگه فقط کسانی میتوانند به این زن را سنگ بزنند که خود دچار گناه کبیره نباشند. جمعیت یک به یک سنگ ها را بر زمین میریزند. خلیفه اسلام جناب حضرت عمر 2 سنگ ریزه برداشته و به دست امام حسن و امام حسین میدهد و این 2 سنگ ریزه به سمت زن توبه کار پرتاب می شود. زن به خانه نزد کودکش برمیگردد. این چهره واقعی اسلام ناب محمدی و احکام پاک الهی است. مبتلا به تبلیغات کثیف و سلام هراسی دشمنان اسلام نشوید. خواهشمندیم این داستان را به اشتراک بگذارید تا چهره اسلام واقعی را به همه معرفی کنید. ادمین احمد شاه سلطانی